سلام، غلامرضا قیانوری هستم و خیلی خوشحال هستم که بعد از مدت‌ها در آستانه انتخابات خدمتتون رسیدم. همونطور که در خبرها اشاره شد آقای احمد دنیا جان دنیا چی بلندتر بگو، نمالی دنباله مالی دنبه مالی دنبه مالی مالی پوزش میخوام. آقای احمد دنیا مولی عضو شورای شهر تهران گفتن که مردم با افزایش نرخ کرایه ها هیچ مشکلی ندارن. ما هم به سطح شهر اومدیم تا نظرات آحاد ملت رو جویا بشیم. بریم ببینیم که چی میشه. سلام دوست عزیز، نظر شما در خصوص نرخ کرایه ها چیه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. به نظر من که نرخ کرایه ها خیلی کمه. کمه یا زیاده؟ کمه، خیلی کمه. نه؟ یعنی شما با این که نرخ ها رو افزایش بدن موافق هستی؟ واقعا میخوان افزایش بدن مگه؟ بله میخوان افزایش بدن. وای چه خبر خوبی. آقا کی میخوان افزایش بدن؟ خب به زودی. الان واقعا شما خوشحالی میخوان نرخ ها رو افزایش بدن؟ اصلا تو پوست خودم نمی گنجم. بعد از خبر برجام هسته‌ای تا الان این خبری که من شنیدم اینقدر واقعا خوشحال نشده بودم. تو این واقعا جا داره که من یه تشکر خیلی گنده و بزرگ بکنم از مسئولین نظام، مدیران دولتی که با تلاش‌های بی‌وقفه‌شون باعث افزایش قیمت‌ها میشن. واقعا خدا خیرشون بده، دستشون درد نکنه. من فکر میکنم شما کلا سوال منو اشتباه متوجه شدین. ببین دوست عزیز، قیمتا رو افزایش میدن یعنی قیمتا میره بالا، یعنی گرون میشه. خب بله متوجه شدم. من چی بهتر از این؟ واقعا دست مسئولین رو من میبوسم از دور. اون وقت ببخشید من اون وقت فقط کرایه ها قراره گرون بشه یا بقیه چیزا هم گرون میشه؟ خب قاعدتا کم کم بقیه چیزا هم گرون میشه دیگه. وای خدای من واقعا اصلا باورم. خیلی خبر خوشحال. اجازه بدید من یه دقیقه اجازه بدید من به یکی از دوستام خبر. اصلا آقا قیمتا داره بازم گرون میشه. آره بپر 2 کیلو شیرینی ناپلونی شیرینی‌تر بخر، میخوایم بریم در همسایه پخش کنیم. چی؟ نه به جان تو دارم راست میگم بابا. خود این خبرنگار هست قیام بوری قیام دوردی نمیشه. همین گفته دیگه. والا میگن دنیا نمالی گفته. آره نه گرون میشه بابا. عجب خری ها. دارم بهت میگم بزن شبکه 6 داره نه نشون میده. آقا قربان خیلی ممنون از این خبری که داری. آره به بچه‌ها همه خبر بده. قربانم خیلی خوشحال شدم. قربانت. بله این گزارشی بود از سطح شهر و آحاد شهر در رابطه با نرخ کرایه. قیانوری هستم، خیلی خوشحال هستم.